سلام، من مکوکم. امروز میخوام براتون دسر موکا درست کنم. بریم تو کارش. برای درست کردن پودینگ موکا، شکر رو به همراه خامه صبحانه و شیر روی حرارت بذارید تا یک دست بشه. حالا باید بهش نشاسته ذرت، پودر قهوه فوری و پودر کاکائو رو اضافه کنید. اگرم لازم بود با بلندر دونای حل نشده رو یک دست کنید. تو این مرحله نیاز داریم به بیسکویت شکلاتی که من از اورو استفاده کردم. اگه از بیسکویت کرم دار استفاده میکنید حتما مثل من کرم وسطش رو جدا کنید. حالا دونه دونه بیسکویت‌ها رو توی شیر یا قهوه سرد شده بزنید و کف ظرف سروتون بچینید و از پودینگتون که یکم از دما افتاده روش بریزید. حالا این لایه‌ها رو ادامه بدید تا بالای ظرفتون و وقتی که مواد تموم بشه. برای لایه آخر من از گاناش استفاده کردم که ترکیب مساوی از خامه داغ شده و شکلات تخته‌ای. در نهایت هم گاناش رو روی موادم ریختم و یه شب بهش توی یخچال استراحت دادم. اینم رخ نهایی و جذاب کار که مطمئنم اگه شکلات و قهوه دوست داشته باشی عاشقش میشی.